رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان ماه تربیت مؤمنان هست، ماه سازندگی است، ماهی است که آمده تا ما را درست کنه، اقوال ما را، افعال ما را، کردار ما را، دیدگاه ما را، همه اینها را. این یک مدرسه هست، یک مدرسه که ما را تمرین میدهد. خیلی مهمه. درس ها داره و او درس ها هم هر روز تمرین داره. چیزی که انسان تمرین کرد، تدریب داشت، بدون شک که او درس به یادش هم میمانه و از او درس خیر هم میبینه و او درس در زندگیش سرمشق میشه و سبب هدایت میشه و سبب فوز و فلاح و رستگاری میگرده. الله سبحانه و تعالی این مدرسه عظیم و بزرگ را وقتی قرار داده خودش میفرماید لعلکم تتقون، تا اینکه از اثر تمرین این انسان شایسته بشه، انسان مقبول بشه، انسانی بشه که او جایگاهی که الله برایش داده در حفظ و در امان بمانه. آیا شما میدانید که این تمرین هر شب، هر روز روزه گرفتن، چون به خاطر که یک ماه کامل تمرین هست، شب و روز، یک ماه کامل هر روز روزه گرفتن، هیچ وقفه نداره در وسط. نمیشه که 2 روز 3 روز روزه گرفتید، باز 1 روز 2 روز استراحت کنید، افطار کنید، روزه را بخورید. خیر، هر روز پی در پی 30 روز ماه مبارک رمضان باید روزه گرفته بشه. خب هر روز روزه گرفتن، هر شب نماز تراویح، قیام شب، در هر وقت افطار دعا. یک نگاه انسان داشته باشه با این تمرین ها. هر سحری بیدار شدن خیلی مهمه. در هر سحری بیدار شدن، هر شب نگاهی به قرآن، تلاوت قرآن، اینها هم تمرین هاست. هر شب تو سحر بیدار باش و هر شب تلاوت قرآن داشته باش، در هر افطار دعا داشته باش، هر شب قیام داشته باش، هر روز روزه داشته باش. خب این همه تمرین به خاطر چیست؟ به خاطر ساختن انسان هست، تا اینکه جایگاه اصلی خود را انسان پیدا کنی.
الله سبحانه و تعالی انسان را اشرف مخلوقات قرار داده، اکرام کرده، با این مخلوق ضعیف خاکی الله سبحانه و تعالی احترام گذاشته. ولقد کرمنا بنی آدم. پس به اینه که این تمرین ها به خاطر ساختن هست. شما در دنیا نمی بینید که یک ورزشکار به یک مرتبه به او جایگاهی که هدفش هست و مقصودش هست برسه. نخیر، چندین ماه باید تمرین داشته باشه. شما یک شخص رو نمی بینید که به زودترین فرصت سرمایه‌دار بشه، به تدریج معامله میکنه، بیع و شرا داره، دست و پنجه نرم میکنه تا اینکه میرسه به یک روزی حلال و تجارت بالاخره به یک سرمایه خوب. همه اینها. پس این ماه مبارک رمضان با این عباداتی که در این ماه آمده و استمرار و پی در پی و تمرین هایی که در این ماه نهفته هست، همه به خاطر اینه که انسان ساخته بشه. اگر روز اول رمضان مورد عفو و پروردگار قرار نگیرفت، روز دوم قرار بگیره. روز دوم قرار نگیرفت، روز سوم قرار بگیره. اگر روز سوم قرار نگیرفت، بالاخره به روز دهم و پانزدهم و بیستم خلاصه تلاش بکنه تا اینکه مورد عفو پروردگار، مورد بخشش پروردگار، مورد رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی قرار بگیره. پس به اینه که رمضان ماه صبر و تقوا هست. هر روز خود را به این لباس مزین کن. هر روز لباس صبر و لباس تقوا در تن تو میشه. وقتی صابر شدی و متقی شدی، الله سبحانه و تعالی از تو راضی میشه. هر روز ذکر، تسبیح، دعا اینها را داشته باش. به خاطر چی؟ وقتی اشرف مخلوقات گفته شدی، یعنی مقام تو از مقام ملائکه هم بالاتر هست. الله سبحانه و تعالی ملائکه داره که از روزی که اونها را خلق کرده سر به سجده یان تا روزی که دنیا ختم بشه. ملائکه داره که از روزی که اونها را خلق کرده تا روزی که دنیا تمام میشه اونها در رکوع هستن. و در روز قیامت وقتی که سر بلند میکنن، اولین جملهشان اینه که ما عبدناک حق عبادتک. ما نتانستیم ای الله طوری که تو شایسته هستی عبادتت را داشته باشیم. پس به اینه که تو ای انسان وقتی مقامت و ارزشت و جایگاهت از ملک هم بالاتر هست، اشرف مخلوقات هستی، پس باید متوجه باشی که این ارزش تو به خاطر عبادت هست. این ارزش تو به خاطر معرفت الله سبحانه و تعالی هست. این ارزش تو با تسبیح و با ذکر و با دعا هست. ارزش با قدرت و با ثروت نیست. ارزش با قیافه زیبای ظاهری نیست. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. الله سبحانه و تعالی نگاه نمیکنه با این جسمهای شما که شما سیاه هستید، سفید هستید، پیر هستید، جوان هستید، زن هستید، مرد هستید. به هیچ جسمی الله نگاه نمیکنه، الا که مگر نگاه میکنه به قلوب شما. آیا این قلب خاشع شده؟ آیا این قلب ساخته شده؟ آیا این قلب صفتهای رذیله و خبیثه دور انداخته در جا، در قلب، یعنی صفتهای حمیده و پسندیده آمده؟
پس به اینه که این ماه سازندگی هست، ماهیه که میخواه ما را بسازه، اصلیت ما رو به یاد ما بده. سحر بیدار بشو، با پروردگار خود راز و نیاز کن، روزه بگیر، تشابه به ملائکه. ملائکه چیزی نمیخورن، انسان هم نشان میده به فرمان الله سبحانه و تعالی چیزی نمیخوره، چیزی نمی نوشه. پس به این سروران عزیز و بزرگوار که یک انسان باید الله سبحانه و تعالی را در تمام امور خود مراقب بدانه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب. ما تحت مراقبه هستیم، ما تحت کامراهای الله سبحانه و تعالی هستیم. الله سبحانه و تعالی هر لحظه ما را نظاره میکنه، هر لحظه ما را میبینه، اعمال ما را میبینه. پس به اینه که هدف این ماه مبارک رمضان آمده تا ما را بسازه. رمضان ماه سازندگی هست. رمضان آمده تا این دستی که در کنترل ما نبوده در کنترل ما بیاره، چشمی که در کنترل ما نبوده در کنترل ما بیاره. همه اینها لعلکم تتقون همین هست، تا ما ساخته بشیم. در تمام امور وقتی که میگیم ماه سازندگی هست، ما باید هم متوجه خود و هم متوجه اولادهای خود باشیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. شما خود، نفسای خود را و خانواده خود را از آتش جهنم نجات بدهید. تنها در ماه مبارک رمضان به فکر خود نباشید، بگذارید که دیگرها هم از آتش جهنم نجات پیدا کنند. متاسفانه که در ماه مبارک رمضان دو وقت حساس، یکی وقت سحر، اکثر خانم ها داخل آشپزخانه هستند، و وقت افطار، قبل از افطار و بعد از افطار وقتشان داخل آشپزخانه و داخل مطبخ گذرانده میشه. ماه مبارک رمضان ماه پخت و پز نیست که ما 11 ماه را پختیم و خوردیم. چی می شود که در ماه مبارک رمضان بیشتر توجه به عبادت و توجه به ساخت و ساز خود داشته باشیم. این وجود ما، این فکر ما، این اندیشه ما، این قلب ما سخت نیازمند به عبادت الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. تربیت اولاد، ساختن اولاد، سازندگی خود و خانواده خیلی مسئله مهمی است. در وقت افطار فرزندان خود را کنار خود بنشانیم. خیر است که روزه ندارن. اطفالی که داخل خانه هست روزه برایشان فرض نشده، روزه ندارن، اما شما از اونها چنان استقبال کنید که گویا اینها روزه دار هستند. وقت افطار اونها را کنار دسترخوان بنشانید. وقتی که دعا میکنید به فرزندان خود بگویید که دست بالا کنن به دعا، تا اینکه برایشان عادت بشه، تشویق بشن. برای اونها افطاری جور کنید. روزه ندارن، خیر است. برایشان افطاری جور کنید که این افطاری از آن توست فرزند من، دختر من، این مال توست، این را از بازار برای تو گرفتم. در وقت افطار تشویق میشه. وقتی تشویق شد عادت میکنه به روزه گرفتن و روزه با ذوق و با شوق کامل میگیره. متاسفانه که امروز وقت افطار اولادها را از خانه بیرون کردن. متاسفانه که اونها را در وقت افطار اگر تا اندازه سر و صدا کنن شخص بی‌حوصلگی نشان دادن و بالاخره
برایش گفتن تو روزه داشتی، تو روزه هم نداشتی، بالاخره سر و صدا میکنی. این حرف ها مناسب نیست در شأن اولادهای ما، خصوصا در ماه مبارک رمضان. وقت سحر بگذارید فرزندان بیدار بشن، در کنار شما نشسته باشن. وقت سحر هست، دعا میکنید، اونها را در دعای خود شریک بسازید. پس به اینه که وقت افطار اولادها را به افطار شریک کنید، وقت سحر به سحری بیدار کنید، وقت تراویح به تراویح همراه خود ببرید. در مسجد می روید، اونها را همراه خود، دست اونها را گرفته طرف مسجد همراه خود ببرید. در تمام امور اونها را شریک بسازید. این یکی از امور سازندگی، یکی از اموری است که فرزندان ما ساخته میشن و خود ما وقتی دعا داشته باشیم برایشان و برای خود و برای اهل و خانواده خود، بدون شک الدعا هو العباده، دعا عبادت هست و دعا قبول میشه. الله سبحانه و تعالی به آمین گفتن او طفل شاید خیلی از مشکلات برطرف بسازه. ماه مبارک رمضان گفتیم ماه سازندگی، ماه تربیت، مدرسه است که انسان را میسازه و الله سبحانه و تعالی با این عبادتی که در آن سازندگی نبود، تقوا نبود، احتیاجی نداره. ما هستیم که به الله سبحانه و تعالی نیاز داریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند پیرامون کسی که در ماه مبارک رمضان دروغ و گناه و معصیت را ترک نمیکنه و روزه میگیره، میفرمایند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که ترک نکنه دروغ را، کسی که ترک نکنه گناه را، کسی که ترک نکنه معصیت را، کسی که ترک نکنه کارهای زشت را، وقتی روزه بگیره الله سبحانه و تعالی نیازی نداره، حاجتی نداره که شخص طعام و شراب را ترک بکنه. پس این روزه آمده تا ما را بسازه. روزه گرفتن خیلی سخته، خیلی سخته. از ابتدای روز تا انتهای روز این که انسان چیزی نخوره و ننوشه، این یک طرف سختی. سخت به اینه که باید تمام اعضای بدن ما روزه داشته باشه، دست و پا و چشم و گوش و زبان همه باید صائم باشه. به اینه که وقتی دست و پا صائم بود، اعضا صائم بود، آن روزه سازندگی هست، ما را ساخته و ما در این مدرسه تربیه درست و صحیح شده ایم. بناهن هر کدام ما مسئولیت داریم. وقتی میگیم رمضان ماه سازندگی، خب رمضان ماه نزول قرآن هست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن به خاطر چی آمد؟ به خاطر ساختن انسان ها. بدون شک ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست. وقتی کسی چنگ به قرآن زد، قرآن او را میسازه و قرآن خوشبختی های دنیا و آخرت نصیبش میگردانه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که در این ماه مبارک رمضان متوجه خود، متوجه خانواده خود، متوجه اولادهای خود، متوجه کاروبار خود، همه اینها باشیم و تلاش بکنیم که از این مدرسه کامیاب بیرون بشیم. چی کسی کامیاب هست؟ کسی که این مدرسه او را ساخته از این که دیگر به او اعمال زشتی که قبل از رمضان داشته دیگر رجوع نمی کند. پروردگار عالم بر همه ما توفیق عبادت و بندگی در این ماه مبارک رمضان و در غیر ماه مبارک رمضان الله برای همه ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرماید. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار.